الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة يوسف مکیه. ربط و تعلق سوره یوسف با هود. الله تعالی در سوره هود از انبیاء متعددی بیان توحید را حکایت کرد. از هود علیه السلام، صالح علیه السلام، شعیب علیه السلام، از انبیاء متعدد مسئله توحید را بیان کرد که انبیاء هم گفتن اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. اکنون در سوره یوسف گفته می شود که این مسئله توحید آنقدر اهتمام داشت و اهمیت داشت که در زندان هم حضرت یوسف از بیان آن عقب نشینی نکرد. از بیان مسئله توحید حضرت یوسف در زندان کوتاهی هم نکرد. هنگامی که تو زندانی برای تعبیر خواب آمدن، حضرت یوسف علیه السلام قبل از تعبیر خواب آنها مسئله توحید را تفهیم کردند، درس توحید را به آنها داد. خب از نظر نام این ربط بیان می کنند، از نظر معنا در سوره هود الله سبحانه و تعالی بیان کرد که خدا را عبادت کنید. الله تعبدوا الا الله. چرا؟ الله غیب داند، الله متصرف در امور کارساز هست، غیب دان. برای این دلیل الله را عبادت کنیم. چرا؟ که الله هم غیب دان، هم متصرف در امور. همه چیز در اختیار خدا هست، همه چیز در اختیار الله هست. برای این دلیل که الله غیب دان و متصرف هست، دیگران غیب دان و متصرف نیستند، دلیل نقلی از حضرت یعقوب حضرت یوسف علیه السلام بیان می‌کند که در این داستان ثابت می شود که حضرت یعقوب که یک پیغمبر زاده و نواسه یک پیغمبر عظیم الشان بود، غیب نمی‌داند. فرزند او حضرت یوسف هم غیب نمی‌داند. پسرش در اوج قدرت ریاست مصر هست و حضرت یعقوب از غم آن فرزند در مثل مار می‌کشد و چشمه‌ها را از دست می‌دهد. کسی که پسرش بر اریکه قدرت بادشاهی نشسته پدرش غم میکنه؟ نه، غیب ندان، غیب دان ندان. از تمام مراحل ثابت می شود که آنچه خدا می خواهد می شود.
آیا یعقوب میخواست که یوسف از او جدا بشه؟ یوسف میخواست از یعقوب جدا بشه، لیکن الله تعالی خواست که او جدا بشه، جدا شد. خوب تدبیر کرد یعقوب علیه السلام، یوسف علیه السلام چاره سازی کردن، تدبیر کردن، غیبدان نبودن. از جایی که احساس خطر میکرد از همون کانال حضرت یوسف علیه السلام تبعید شد. الله سبحانه و تعالی در این داستان بیان میکند که غیبدان الله است و کارساز و هر چی میخواهد الله. آنچه انبیا میخواهند، آنچه اولیاء میخواهند، آنچه نیکان خدا میخواهند نمیشه، آنچه الله میخواهد میشه. و این داستان حضرت یوسف علیه السلام مراحل مختلفی دارد. و 4 دعوا، 4 موضوع الله تعالی در این سوره بیان میکند. 2 موضوع بزرگ و 2 موضوع کوچک. موضوع اول مصائب در مسیر. موضوع اول اینه که عبادت حق خدا هست، الله غیبدان هست و متصرفه. موضوع اول عبادت حق خدا. چرا؟ که الله غیبدان متصرف هست. و در این مسیر که شما دعوت توحید بدهید مصائب هم می آیند، اون مصائب را باید تحمل کنید. همانطوری که چه مشکلاتی برای حضرت یعقوب و یوسف در این مسیر ترقی آمد، ای پیغمبر بر شما هم مشکلات و مصائب در مسیر دعوت و تبلیغ می آید. حضرت یوسف و حضرت یعقوب چطور مشکلات و مصائب را تحمل کردند، آخر کامیابی از آن این پدر و فرزند شد. اونها که مخالفت کردند یعقوب را که فرزندانش باشند و آنها که مخالفت کردند یوسف را که برادرانش باشند، در آخر کار چطور در برابر حضرت یوسف و در برابر حضرت یعقوب تسلیم شدند و خروا له سجدا شدند. شما هم ای پیغمبر در مسیر دعوت و تبلیغ توحید، رسالت، معاد از خودتان همت نشان بدید، صبر کنید. آخر کاری اهل مکه هم در برابر شما تسلیم میشن، همانطوری که برادران حضرت یوسف در برابر یوسف و پدرشون تسلیم شدن. همه معذرت خواهی کردن. شما هم صبر کنید در این مسیر، مسئله توحید را بیان کنید و بیان کنید که عبادت حق خدا است و عبادت الله تعالی کارساز و متصرف است. در تمام کارها الله تعالی شما هم نصرت کنید. در ابتدای سوره الله تعالی تمهیدی ذکر می کند، عظمت قرآن را بیان می کند. با داستان شروع میشه. داستان دارای 15 مرحله هست. در هر مرحله از یک پله و از یک مرحله حضرت یوسف در پله دیگر و در مرحله دیگر قرار میگیرند. هر پله زندگی یوسف برای در امتحان هست. میره تا یک مسیری توی پله های امتحان، بعد که قبول میشه توی این پله های امتحان، آنجا الله سبحانه و تعالی بهش شان میدهد و عزت میدهد و در آن شان و عزت هم حضرت یوسف امتحان است. امتحان حضرت یوسف شدید است. هر مرحله امتحان سختره. گاهی امتحان عفت، گاهی امتحان سیاست، گاهی امتحان فراست، گاهی امتحان قدرت هم که خدا به کسی میده باز هم خدا او را امتحان میکنه که در اوج قدرت مخالفانی که در چاه انداختند او را حضرت یوسف چه برخوردی دارند با کسانی که حضرت یوسف را کشیده ها زدند و در چاه انداختند. امتحان حضرت یوسف. الله تعالی این داستان را احسن قصص می فرماید. ابتدای آیه تمهید و ترغیب. تلک این آیات سوره آیات الکتاب المبین،
تلك مشارلش آیات سوره، این آیات سوره مبارکه آیات کتاب مبین است. در ابتدای سوره یونس فرمود که کتاب بالحکیم، این آیه ها آیات کتاب حکیم است. اینجا فرمود این آیه ها آیات کتاب مبین است. اونجا حکیم صفت کرد کتاب را، اینجا مبین. اشاره شد آنجا که دلائل عقلیه بیان میشه و اینجا اشاره کرد که دلیل نقلی در این سوره بیان میشه. انا انزلناه، ما این کتاب مبین را، مبین به معنی ظاهر کننده، اگر متعدی معنی کنید لازمی معنی کنید ظاهر، هر دو معنی درست است. این کتابی که شرط ذاتی کتاب را بیان کرد، کتابی که به اعتبار معانی اولی ظاهر است، کتابی که مبین حقایق است. ما این نازل میکنیم، انزلناه، ما نازل حالی که قرآن عربی، زبان او قرآن نازلش میکنیم در حالی که خوانده میشود. قرآن از مقروء خوانده میشود و هم عربیه شرط اضافی، اونم به زبان عربی. حکمت انزال و عربیت لعلکم تعقلون، تا شما عربها درجه اول عقل کنید و بفهمید و بعد به دیگران را تفهیم کنید. قرآن را عربی نازل کردی برای اینکه لعلکم تعقلون، حکمت عربیت، تا به خاطر اینکه شما اهل لسانی و اهل زبانید اول این را درک کنید. جمله معترضه برای صداقت رسول. کل سوره معجزه پیغمبر است، همه سوره ها معجزان، خصوصا سوره یوسف یک معجزه بسیار عجیب است که تاریخ یک پیغمبر و داستان یک پیغمبر را به بهترین اسلوب و با ترتیب بیان کرده. داستان دیگه انبیاء به ترتیب بیان نشده. داستان حضرت یوسف و یعقوب از خواب گرفته تا آخر زندگی حضرت یوسف علیه السلام این داستان مرتب بیان شده. هر مرحله داستان مسئله توحید را و مسئله عبادت را تثبیت می‌کند، ثابت می‌کند که کارساز خدا هست و عالم الغیب هم خدا هست، غیر از خدا دیگه عالم الغیب نیست. جمله معترضه برای صداقت رسول علیه السلام، نحن نقص علیک احسن القصص، ما بیان میکنیم نه دیگری بر شما بهترین بیان. قصص به معنی بیان، نقص معنی بیان. طور معنی نمی کنن که ما قصه میکنیم بهترین قصه، البته قصه هم بیان است. ما بیان میکنیم بر شما ندیگری بهترین بیانی را. با سببیه هست، ما مصدریه، به سبب وحی که به جانب شما میکنیم این قرآن را، چون قرآن را به جانب شما وحی میکنیم، به این سبب بهترین بیان را ما برای شما میکنیم. این مخفف من المثقلات و ان کنت من قبله، و به تحقیق بودید شما ای پیغمبر قبل از این وحی ما لمن الغافلین، شما کاملا بیخبر بودید، از این داستان خبری نداشتی. لم یخطر ببالک ولم یقرأ سمعک، نگوشی تو این داستان را شنیده بود و نه در قلب تو این داستانی به تو. پیغمبر سوادی علمی نخوانده بود. این قرآن، این داستان زیبا احسن قصص دلیل رسالت شما پیغمبر بر حق خدا هستید، هر چیز را از جانب خدا تلقی میکنید، حاصل میکنید، ابلاغ میکنید. شما قبلا هیچ خبری نداشتی، شما نمیدانستی یوسف کیه، یعقوب کیه، خواب چیه. این همه ماجرایی که بر یوسف در مسیر ترقی آمد، این همه ماجراها را شما نمیدانستی.
ما کنت و این کنت به تحقیق بودید شما من قبلی قبل از این وحی که ما میکنیم از بے خبرها، شما هیچ خبری نداشتید از این داستان، شما بے خبر بودید. اذ قال یوسف لابیه، این اذ قال یوسف متعلق لمن الغافلین هست. شما غافل بودید اون لحظه که یوسف گفت به پدرش یا ابت انی رأیت 11 کوکب، متعلق به غافلینه. و بعضی میگن نه این متعلق به قال یا بنیه هست. گفت یعقوب یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، هنگامی که یوسف به پدرش خواب را بیان کرد اون لحظه. و بعد جلال الدین سیوطی میگه متعلقش اذکر، یاد کن اون لحظه که مولانا حسین علی میگه متعلقش یا ما قبل یا ما بعد، لازم نیست که اذکر مقدر کنه. شما غافل بودید اون لحظه که یوسف چنین حرف زد، شما خبری نداشتید. یا هنگامی که یوسف خواب را بیان کرد، قال حضرت یعقوب گفت یا بنی لا تقصص رؤیاک. آغاز قصه و بیان خواب، مرحله 15 مرحله دارد این داستان. مرحله اول حضرت یوسف خوابی میبیند، خواب را با پدرش در میان میگذارد، پدر پند و موعظهش میکند که خواب را بیان نکن. این خواب حسد برادرها را بیشتر می‌کند. برای هیچی که از برادرهای خودت این خواب را بیان نکن، نه برای اللاتی و نه برای عینی که بنیامین است. برای بنیامین چرا که اونجا وقت بچه از دهنش بیرون میشه که یوسف این خوابی دیده، دیگران متوجه میشن، اونها هم متوجه میشن که حضرت یوسف در طفلی خواب میبیند که ما او را سجده کنیم. مرحله اول خب بیان خواب به حضرت یوسف برای پدرش دلیل این مطلب است که حضرت یعقوب علیه السلام غیبدان نیست. اگر حضرت یعقوب غیبدان می بود چه ضرورت بود که خواب برایش من، اون خودش می دانست من خواب دیدم. هر چیز را یعقوب علیه السلام نمی دانست و اعتقاد یوسف همینه. در اظهار خواب دو فایده بود، یکی تسلی یعقوب علیه السلام، دوم عدم متصرفیت یعقوب که یعقوب در دنیا متصرف نیست. حضرت یعقوب خیلی خواست که به پسرش آسیبی نرسد، نخواست. همین تدبیری که لا تقصص رؤیاک اولین تدبیرینه که پسر به تو گزندی نرسد. تا به اون مقام عالی میرسی پیغمبر احساس میکرد که هر که به هر مقامی بزرگ برسد باید مشکلات را در این مسیر تحمل کند. یاد کن اللہ تعالی کہ قال یوسف لابیه، حضرت یوسف علیہ السلام به پدرش گفت. حضرت یوسف کی گفت؟ به پدرش چه گفت؟ یا ابتی، ای بابا جان، انی رأیت 11 کوکبا، من دیدم. این رویت فیلمیه، یعنی رویت خواب. من دیدم 11 ستاره را و خورشید و ماه را. این جمله رأیتهم لی ساجدین این تاکیده یا جمله مستانفه جواب سوال مقدر. چطور دیدی تو 11 ستاره را و ماه و خورشید را؟ جواب داد رأیتهم لی ساجدین، من این 11 ستاره و ماه را دیدم که مرا سجده می کنن. دیدم من آنها را لی ساجدین، برای خودم سجده کننده.
ساجدین به معنای منقاد، تسلیم. از 11 ستاره مراد 11 برادر، از ماه و خورشید مراد پدر و مادر. حالا بعضی میگن مراد از خورشید پدره و از قمر مادره، و بعضی هم میگن نه، از قمر مراد پدره و از خورشید مراد مادره. این توجیهات را میکنن. لحاظا شمس و قمر تعبیر از پدر و مادر و 11 ستاره اشاره به برادران. الله تعالی جهان را از سه چیز نور میده: از ستارگان، از خورشید و ماه. نبی خورشید است و مادرش که ولیه و صدیقه او ماه، یا برعکس. برادران را ستاره گفت، هم برادر نور دارن، نه ستاره نور دارن، اشاره به ولایت برادر. برادران یوسف علیه السلام فقط در همین یک بود به خاطر محبت پدر، به خاطر محبت پدر با حضرت یوسف رقابت کردن، رقیب او شدن که عاطفه پدر به آنها بیشتر مرتفع شود. جلوی عاطفه پدر آنها یوسف را حائل می دیدن. دیگه هیچ چیزی سبب اختلاف نبود و سبب حسد نبود. عاطفه پدر را بر یوسف بیشتر دیدن، خواستن که عاطفه پدر را به طرف خود ملتفت کنند. به این خاطر اشاره به ولایت آنها که آنها مثل ستاران و به نجم هم یهتدون. حالا مسئله که آیا برادران یوسف به نبوت رسیدن و پیغمبری، اهل تحقیق همین عقیده را دارن که این 11 تا پسر به نبوت نرسیدن. چرا از نبی چنین خطا و گناه سر نمیزن که از اینها سر زد؟ اینها بسیار خطا کردن، گزارش هم ناتواب دادن. اکله الذئب گزارش درستی هرگز درستی نیست. این خاطر بعد از شنیدن خواب قبل از تعریف تنبیه ناصحانه قبل از تعبیر بیان جواب یعقوب هست. حضرت یعقوب فرمود یا بنی لا تقصص رؤیاک، بابا فرزندم، صیغه تصغیر بکار بود، پسر جان بیان نکنی خوابت را. الا اخوتک بمعنی لدا اخوتک، الا بمعنی لدا انده، نزد برادران خود این خواب را بیان نکن. اینجا یک بحثیه، اونجا آخرم میگیم که میگوین که مادر یوسف علیه السلام فوت کرده و در خانه یعقوب علیه السلام خاله یوسف، مادرش به نام راحیل بود و فوت کرده بود. خاله حضرت در خانه یعقوب علیه السلام. و دلیل این انسان اینه که ببین همه از آه ناله یعقوب صحبت شده، از مادر هیچ چیزی نشده، حالا که عاطفه مادر به فرزند از پدر بیشتره. بعضی هم میگن که در ایام زایمان بنیامین مادر حضرت یوسف راحیل شهید شد، فوت کرد و این زمان مادرش زنده نبوده، خالهش بوده. درست خاله هم دلش میسوزه لیکن نه به اندازه مادر. حضرت فرمود یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، خواب را در جلوی برادرها بیان نکن. چرا؟ فیکیدوا لک کیدا، اونها
تدبیر و مکر میکنم برای ضرر شما، تدبیر و مکر کردن. چرا بیان نکنم؟ فیکیدوا لک کیدا، مکر میکنم برای تو، مکرهای بزرگ. تدبیر میکنن برای ایذای شما، اگر که تعبیر را من نمیتوانم کرد. تعبیر که می آید محقق میشه، لیکن تا آمدن تعبیر به اذیت و آزاری میرسن. ما میفهمن که از 11 ستاره مراد ما 11 برادری، از ماه و قمر مراد پدر و مادر است، لحظه اونها حسادت بیشتر میکنن. چرا حسادت میکنن؟ اینا برادران من، فرزندان پدر من، چرا حسادت میکنن؟ جواب داده ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان لعنتی برای انسان دشمن آشکار است. شیطان به ایمان این کینه را، حسد را، بغض را، اختلاف را، دویی را ایجاد می کند. بله برادر هستند، مگر شیطان خطرناک لعنتیه، او دشمن خطرناکی است. اول تدبیر کرد، با تعبیر کرد. کذالک، این مثل ذالک، همانطوری که در خواب دیدهی، یجتبیک ربک، بعد از تدبیر حالا تعبیری خواب می کند. همانطوری که در خواب دیدهی فرزند جان، برمی گزیند خدا تو را، ربت تو را برمی گزیند بر برادرها و تعلیم میده به از تعبیل احادیث. احادیث به معنی خواب، احادیث را معنی میکنیم سخنان مشکل. هر مشکل را خدا به تعلیم میده چطور حل کنی. و یعلمک من تعبیل، بعضی تعبیر میکنه تعبیر احادیث مراد خواب، لیکن بعضی میگن نه، تعبیر به معنای تدبیر سخنان مشکل را خدا به تعلیم میده. نتیجه سخنان مشکل، سدی و مجاهد تعبیر خواب معنی کردن، و بعضی میگن نه، حل مشکلات. تعبیر به معنای حل احادیث سخنان مشکل، معضلات را خدا به تعلیم میده و دیگر کامل میکند نعمت را بر شما، نعمت خود را علاوه از این دیگر نعمت هم به شما عنایت میکند و بر آل یعقوب هم نعمت ها را کامل میکند. چنانچه که این نعمت ها را الله تعالی کامل کرد بر دو پدر تو، یکی جد یکی جد و جد، بر دو پدر قبلا نعمت ها را کامل کرد. کیه اون دو تا پدر؟ ابراهیم و اسحاق. بر اسحاق نعمت کامل کرد، بر ابراهیم نعمت کامل کرد. همون نعمت کامل را خدا بر تو می کند. نام خودش را چرا نگرفت؟ بعد میگو کما اتم علی آبائک، جب گفت علی ابویک من قبل، همانطوری که کامل کرده این نعمت ها را الله تعالی بر دو پدر تو یعنی اسحاق و ابراهیم. نام خیش را چرا نگرفت حضرت یعقوب؟ تواضع، نام خود را نگرفت به خاطر تواضع، فروتنی. ان ربک علت، رب تو علیمت، استعداد هر انسان را میداند، حکیم در دادن مراتب و درجات، به چه کسی چه مرتبه و چه درجه بدهد. حالا جمله معترضه، لقد کان فی یوسف و اخوتی، به تحقیق هست در قصه یوسف و برادران آیات للسائلین، نشانی های زیاده برای سوال کنندگان. مراد از سائلین یا یهودن یا مشرکین مکه که به واسطه یهود مطرح کردن داستان یوسف را بگو، یا آیات للسائلین، اونهایی که سوال میکنن درباره توحید و اینها قریشی هستند، درباره توحید سوالند،
استدلال میگیرن به حاضری و ناظری و متصرف شدن انبیاء و اولیاء در این داستانها دلایل بیشماری هستند برای توحید و همچنین دلایل بیشماری هستند برای صداقت پیغمبر که این پیغمبر خدا هست، از عالم غیب حرف میزند، لہذا از طرف خودش حرف نمیزند. آیات زیادی هست برای سائلین من عرض کردم یهود یا مشرکین مکه که درباره توحید سوال داشتند، قریش مکه، یا دلایل بیشماری هستند برای آنهایی که از رسالت پیغمبر استفتاء میکنند، میپرسند این رسول دلیل رسالتش چیه؟ این همه داستان زیبای قرآن دلیل رسالت حضرت پیغمبران و خصوصا داستان با ترتیب حضرت یوسف علیه السلام. غیر از علماء بنی اسرائیل کسی که این داستان ها را از قریشی ها نمیدانه. چرا که حضرت اسحاق علیه السلام و دعوت انبیاء بنی اسرائیل در شام و فلسطین که بود، اهل مکه هیچ خبر نداشت که یوسف کی بوده، کنانی کی بوده، فلانی کی بوده. خلاصه برای رسالت شما، برای دعوت توحید، برای آنهایی که سوال میکنن، باید اون علماء بدانن این تاریخ زیبا را پیغمبر بیان میکند بدون خواندن و گرفتن سبب. پس این دلیلی هست که این پیغمبر بر حق رب العالمین است. خلاصه این مرحله داستان خواب بود، تعبیر خواب، پنده های دلسوزانه حضرت یعقوب علیه السلام و تعبیر خواب. خوب حضرت یعقوب علیه السلام چاره می کند که حضرت یوسف را گزندی گیر نیاید، از جایی که احساس خطر می کند از همون کانال برای حضرت یوسف علیه السلام ناملایمی ها می آیند. ولحظا مرحله دوم داستان، برادرها با حضرت یوسف رقابت می کنند و می خواهند او را از حضرت یعقوب جدا کنند. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.